در کدام یک مملکت شکارچی زندگی میکرد. مردم میگفتند که او مرد عاقل و دلگشاد و خوش زبان است. در خانه او دائم برای مهمان ها گشاده، پاره نانی را تنها نمیخورد، دائم خانه‌اش سیر مهمان. شکارچی در کسب خود نیز ماهر بود. از تیر کمان او پرنده در آسمان و چرنده در زمین امان نمی یافت. باری همین شکارچی به شکار برآمد و در دشت دید که در میان سنگ ها مارچه خوش رنگ و زیبایی میخزد و پوست تنش در زیر آفتاب مثل رنگین کمان جلو میدهد و از پس همین مارچه مار بزرگ و بدهیبت و بدصورت میخزد. همین که مار بدشکل دهانش را کلان کشاده مارچه زیبا را گزیدنی شد، شکارچی زود کمانش را گرفت و به سوی مار بدشکل تیر خالی کرد. مار بدشکل افتاد و جان داد و مارچه خوش رنگ خزیده به سوی شکارچی آمد و گفت: تشکر به تو نجات دهنده من. بیا با من به کشور مارها به نزد پدر من می رویم. او شاد می شود اگر فهمد که تو دشمن اولاد ما را نابود کردی. مار شکارچی را به قصر شاه ماران آورد. هرچی می خواهی بخواه، هرچی می خواهی بگیر. تو ما را از دشمنمان خلاص کردی. گفت شاه ماران: با من چیز لازم نه. خاکسارانه گفت شکارچی: تنها یک خواهش دارم. با من زبان پرنده و حیوانات و رستنی ها را بیاموز. میخواهم دانم که در گرد و اطرافم چی ها میگویند. تو را زبان تمام موجودات را میآموزم، اما با یک شرط: اگر این سر را به کسی گفتی به سنگ مبدل میشوی. گفت شاه ماران و از دهانش مهرچه را به زیر پای شکارچی پرتافت. شکارچی مهرچه را گرفت و به شاه ماران سپاس گفت و به خانه اش آمد. شکارچی به خانه آمد و دید که زنش گاو می جوشد و گوساله شکایت آمیز داد می زند. گاو به سوی گوساله‌اش با زبان گاوان می گوید: زیق نشو، آرام باش. من همه شیرم را به این زن نمی دهم. برای تو یک کمک روست کرده می مانم. شکم سیری می خوری. شکارچی تبسمی کرد و بر روی حولی برآمد. در روی حولی گربه را دید که از قورباغه می پرسد: کجا روانه قورباغه؟ سلامت کجا شد؟ با قهر گفت قورباغه: اول سلام و بعد از آن کلام. کجا می روی؟ کجا می روی؟ چی کار داری؟ خنده آور بود این همه. شکارچی ذوق می برد و به کسی این سر را نمی گفت. اکنون او
زبان پرندگان و چرندگان، نباتات و حیوانات را میفهمید. باری از صحرای گندمزار گذشته ایستاده خیلی خرسند شد. امسال حاصلی خوب میگیریم، نان ارزانی میشود، فکر کرد او و ناگاه آوازی خوشه ها را شنید. ای حیف میشویم ما، به نزدیک تند باد میوزد و ما را میسوزاند، ریشه کن میکند. غمگین شد شکارچی، به شکار برآمد. به لب دریا رسید و آواز دریا را شنید که به سنگ عظیم سیاهی ساحلش می گفت: ای سنگ سیاه، عمرت کم ماندگی، به نزدیکی تو را از اینجا کشیده به قعرم می برم و غیلانده دور می پرتایم. راه من گشاده می شود، به حضور جولان می زنم. سنگ سیاه باشد، به دریا جواب داد: ای آبت خشک شود دریا، آخر تو می دانی که من بیهوده اینجا ننشستم. در زیر من گنجینه است که اگر آن را آدمان یابند و گیرند، در میانشان بخل و حسد و بدبینی زیاد می شود. آنها همدیگر را می کشند، خون ریزی می شود، آنقدر خون می ریزد که از آب تو زیاد. شکارچی به خانه‌اش برگشت و تا سحر خوابش نبرد. شبی دراز فکر میکرد: خلق بیچاره من، چگونه به تو گویم که به تو بدبختی تهدید میکند؟ اگر گویم به سنگ مبدل میشوم، هلاک میشوم. اگر نگویم خلق من هلاک میشود. سحر شکارچی باز به شکار رفت و به دره رسید و دید که انبوه عظیم مورچه ها به کجای کوچ بستند. از بسیاری مورچه ها زمین نمی نمود، جای پایمانی نبود. حیران شد شکارچی. از کجای صدای سوم آهوان به گوش رسید. شکارچی سر بالا کرده دید که در دامنه کوه گله آهوان نیز به کوچای با شتاب می دوند. تمام جانورکان با شتاب اینجا را ترک می کردند. شکارچی به گفتگوی آنها گوش انداخت. زودتر زودتر گریزید! آواز جانوران را شنید او. بدبختی بدبختی، زمین جنبی می شود، کوه ها به کوه ها برخورده، سوختاری عظیمی می شود، نجات دهید خود را. شکارچی زود به سوی خانه اش دوید. او مردم ده را جمع کرد و گفت: برادرها، به ما سه بدبختی رخ می دهد. یکم گرسنگی، زود گندم ها را درف کنید و خشک کنید. دویم بدبختی در زیر سنگ نهان است، در آنجا خزینه است. اگر آبخیزی شود و سنگ بیجا شود، خزینه نمایان می شود و هر کسی که به این خزینه دست رساند به سر خلق بدبختی می آید. بدبختی سیوم زمین جنبی است. کوه ها به کوه ها برخورده
از کوه‌ها آتش می براید و همه چیز را می سوزاند. برای همین هم شما مال و ملکتان را جمع کرده فرزندهایتان را گرفته از اینجا برآمده روید، در جای دیگر ساکن شوید، همین که فلاکت رخ داد و همه جا آرام و ساکت شد، باز به وطنتان برمی گردید. آدمان حیران شدند. چگونه باور کنیم به تو؟ از کجا این همه را می دانی؟ پرسید پیره. ای پدری عزیز، نپرس. اگر به شما نمی گفتم شما همگی هلاک می شدید، ولی اکنون که به شما می گویم من به سنگ مبدل خواهم شد. من در قصر شاه ماران بودم. او به من مهره داد. این مهره در گردن من است، گفت شکارچی و مهره را از گردنش کشاده به مردم نشان داد. در همین وقت او تازانو سنگ شد. من ماجرای خشکسالی را از گندم ها شنیدم. درباره خزینه از سنگ سیاه و دریا شنیدم، گفت شکارچی و حس کرد که تامیانش به سنگ مبدل می شود. درباره زمین جنبی و سوختار با من حیوان ها گفتند. آنها سراسیمه از این سرزمین کوچ بسته ایستادند. شما نیز زود باشید، جانتان را نجات دهید، از این جایها بروید، گفت شکارچی و پره به سنگ تبدیل یافت. اکنون شکارچی به هیکلی سنگین مبدل شده بود. مردم زود بار و بخچه ها را بسته، زن و بچه های خود را گرفته از این سرزمین برآمده رفتند. وقتی که آنها از دریا می گذشتند دیدند که سنگ سیاه عظیم را دریا به کامش کشیده و از زیر آن زر و زیور زیاد نمایان شد. سخنهای شکارچی به خاطرشان آمد. زنها چشمانشان را پوشیدند، مردها سرشان را خم کردند و از پیش این خزینه گذشته رفتند. پس از رفتن مردم زمین لرزید، کوههای خرد به زمین در آمده رفتند و از کوههای بزرگ ولقان جوش زده برآمد و تمام جانزاد گرد و اطراف را سوخته به خاکستر مبدل کرد. همین طریق پس از چند سال مردم باز به این سرزمین آمدند و از نو خانه ها ساختند. همه جا را آباد و سرسبز کردند. در آن جایی که شکارچی به هیکلی سنگین تبدیل یافته بود از زیر زمین چشمه جوشیده برآمد، چنار سبزی. مردم این چشمه را چشمه شکارچی می نامند و آن مرد را به نیکی یاد می کنند.